سلام، با ویدیو جدید. امروز میخوام ببرمتون بازار تراپی، جمعه بازار تهران که معروفه به پاساژ پروانه. اینجا یکی از محبوب ترین مقاصد خرید در تهرانه که با دیدن این ویدیو متوجه میشید چرا. این هم ترکیبای آبیه. این هم بزرگی هست. کشه موه هم کلاس داره یه لحظه آینا یه گاهی باید کجوایی نستده شما نه عزیزم با بعضی استایلا قشنگ نه عزیزم با بعضی. به نظر من یکی از خوبیای اینجا تنوع و خلاقیتیه که میبینی و قطعاً هر چی که لازم داشته باشی اینجا پیدا میکنی، مخصوصاً دستسازهای هنری و جنس‌های آنتیک. خوبی دیگه‌اش صرفه‌جویی توی هزینه هاست و ارتباطیه که مستقیما با تولید کننده پیدا میکنی و این اتفاق قشنگ بستریه برای حمایت از صنایع دستی، هنرمندا و آدمای خلاق. من خودم تجربه غرفه داشتن تو همچین بازارچه‌ای رو ندارم، اما دوستای زیادی دارم که این کارو میکنن و از نزدیک دیدم چقدر زحمت میکشن و چقدر ارزش داره هنر و خلاقیتشون. و عده‌ای هم هستن که سبک زندگیشون زندگی در سفره و جور بازارچه ها تو شهرهای مختلف میتونه فرصت خوبی باشه برای اینکه هزینه‌های سفرشون در بیاد. سخت آدم خودشو کنترل اینا چند قیمت شروع میشه تا چقدر؟ اینو بگم که اگه از شلوغی کلافه میشین شاید اینجا گزینه خیلی خوبی نباشه و حیف که اینجا زیرساخت درستی نداره و مخصوصا پارک ماشین خیلی سخته. اما من خودم به شخص خیلی مشکلی با این قضیه ندارم و گاهی دوست دارم تو شلوغی و بین آدما یه جورایی گم بشم. پاساژ پروانه واسه من یکی از جاهاییه که قبل عید نوروز حتی اگه خریدی نداشته باشم دوست دارم برم تو دلش و پر بشم از حس و حال و جنب و جوشی که مردم دارن. سبزیشون بالا قرمش هم میشه خریده بود بگم 300 400
اینجا قسمت هیجانی ماجراست که بهتره من هیچی نگم و با دیدن ویدیو سفر کنید به دنیای نوستالژیا. من اینجا رو که دیدم یاد فیلم میدنایت این پاریس افتادم که شخصیت اصلیش دوست داشت یه مغازه‌ای را بندازه به اسم نوستالژیا شاپ که پروژه نوستالژی باشه. تو زندگی واقعی شاید نزدیک‌ترین چیز به این مغازه همین باشه.